بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. بیننده های عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. شادمانم که بار دیگر خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگری از سلسله برنامه های قلب آسیا و امیدواریم که دوستانی که در این لحظات دارند تصاویر ما را مشاهده میکنند یا صدای ما را میشنوند ما را در جمع عزیز خودشان بپذیرند. دوستان گرامی، در برنامه این هفته قلب آسیا باز هم کارشناس دائمی برنامه جناب مولانا صاحب مجیب الرحمن انصاری را در استودیو داریم که خدمتشان در ابتدای برنامه از طرف شما عزیزان و از طرف خودم عرض سلام و ادب دارم. تشکر. من هم خدمت شما جناب استاد صیقل عزیز و بزرگوار و همچنین خدمت همه دوستان و عزیزان و بزرگواران، خصوصا و بالاخص خدمت فامیل های معظم شهدا عرض سلام و ادب و احترام دارم. سلامت باشین جناب مولانا صاحب. بیننده های عزیز و گرامی، طوری که آگاه هستید تقریبا 5 روز قبل در ابتدای این هفته و مشخصا روز یکشنبه مصادف بود با 24 هوت، روزی که ملت مسلمان و قهرمان هرات حماسه آفریدند و با دست خالی علیه رژیم آن وقت، رژیم کمونیستی آن وقت، دولت دست نشانده آن وقت مبارزه کردند و به پا خواستند و 25,000 شهید به پیشگاه پروردگار جهانیان تقدیم کردند. به خاطر چی؟ به خاطر حفظ دین مقدس اسلام، به خاطر حفظ وطن، به خاطر حفظ آزادی و به خاطر اعلای کلمت الله. البته تنها ملت هرات نبودند که علیه رژیم کمونیستی آن وقت به پا خواستند. در همین هوت سال بعدش در 3 هوت مردم قهرمان کابل هم علیه رژیم وقت در کابل قیام کردند و شوریدند تا کرامت انسانی و اسلام عزیزشان را حفظ کنند. اما قیام مردم هرات رمزیت خاصی داره که امشب، البته بعد از گذشت 5 روز از 24 هوت و دقیقاً که امروز 29 هوت میشه، پیرامون این مطلب و اینکه در این روز 25,000 شهید به پیشگاه الهی تقدیم کردیم، بحث شهادت است، بحث از خودگذری و ایثارگری است. عنوان برنامه این هفته ما 24 قیام 24 هوت مردم هرات و آرمان‌های شهداست. جناب محترم مولانا صاحب مجیب الرحمن انصاری، چون گفتیم بحث شهید است، ابتدا میخوایم که بشناسیم که امروز به هر کس لفظ شهید اطلاق میشه، شهید فلان و شهید علان، کسایی که مردم مبارز و مجاهد افغانستان را به خاک و خون کشیدند و اونها را به شهادت رساندند، تخریب کردند، اغتصاب کردند، اونها هم امروز لقب شهید را گرفتند و به ایشان مصطلح مبارک و مصطلح شرعی شهید اطلاق میشه. ما میخوایم در ابتدا بدانیم که شهید کیست، یک تعریف مشخص از شهادت داشته باشیم و آیا شهادت در فقه اسلامی دارای انواع و اقسام است یا نه؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأيضا قال الله تبارك وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. طوری که جناب استاد بزرگوار استاد صیقل عزیز شما اشاره کردیم، ما تنها قیام 24 هوت هراتر که در سال 1357 او قیام خونین یا قیام مردمی و یا او جوش و خروش ایمانی ملت هرات تنها این حرکت در او سال نبود. ما کل ملت افغانستان، تمام ملت افغانستان، ملت مسلمان افغانستان همه مجاهدن. ملت افغانستان یک ملت مجاهد خیز و شهید پرور که در او سال ما حرکت های در سال 57 مثل همچون قیام ملت و یا مردم شرافتمند ولایت جلال آباد و قیام مردم متدین ولایت بغلان و یا اینکه در ارزگان ملت شرافتمند کابل و سایر ولایاتی که ما اگر تک تک ولایات را نام بگیرم در حقیقت لازم و ضروری هم هست که از این بزرگوارها و از این ملت متدین یاد بشه. در سال 57 و همچنین در سال 58 یک سال بعد قیام ملت کابل علیه کفر و الحاد و اینها صورت گرفت. بحث ما تنها اینیه که ما از شهدای هرات و تنها از ملت هرات بگوییم، بلکه بحث ما از تمام ملت افغانستان و از مجاهدین افغانستان و از شهدای افغانستان هست که همه رزمیدن، همه جهاد کردن، همه مبارزه کردن. خواهر و برادر قابل قدرن، از هر گوشه صدای توحید بلند شد و با منکرین توحید مبارزه صورت گرفت. فرموده شما امروز در افغانستان میبینیم که فقط هر کس کشته شد میگن شهید. حالا دیگه که چگونه شهیدی هست و در این باره بحث مفصلیه. در ابتدای برنامه حتی من یک مزاح بکنم، اگر شما یک کلیپ یا یک سخنرانی یکی از مسئولینی که بلندپایه کشور هست شما شنیده باشیم، چند وقت قبل او میگه که نیروهای خارجی از افغانستان نرن، اینها شهید دادن. یعنی حتی او به این فکره که امریکایی ها هم که در افغانستان کشته میشن اینا هم شهید میشن. به هر حال امروز هر کس به تعبیر خود شهیدی داره و شهادتی داره و در این راستا. اما وقتی ما بیاییم از دیدگاه قرآن و احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از دریچه لغوی که نگاه کنیم، او هم راست میگه شهید شده دیگه. شهید یعنی شاهد، یعنی بالاخره از ریشه شهده و یشهده و مشهود و شهادت و بالاخره شهدا و اینها که در لغت و اینها آمده، یعنی مطلع علیها، یعنی موضوعیه که سر از او واقع شده و همو خبر از همو واقعی که سر از او آمده میده، یعنی بیان کننده همو حرکتی که او کرده. ولی از لحاظ اصطلاحی که نگاه کنیم، علما، بزرگا و فقها و حتی در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که آمده،
شهید چی کسیه؟ من قتل فی سبیل الله، کسی که کشته بشه در راه الله سبحانه و تعالی او عقیدت صحیح، به خاطر عقیده خود و او هم عقیده صحیح که بر منهج کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و سلف الصالحین و بالاخره عقیده سالم باشه. ایر میگن که شهید و بعد ادامه میای میگه و هو من شهداء الابرار، ای از جمله شهدای نیک هست. یعنی چی؟ یعنی غیر از شهدای ابرار ما دیگه شهدای هم داریم. و همچنین وقتی که ما به اقسام شهید که نگاه کنیم در شریعت مقدس اسلام، شهید دو نوع، سه نوع شهید داریم: شهید الدنیا و الاخره، شهید الاخره و شهید الدنیا. شهید دنیا و آخره همونه که در راه الله سبحانه و تعالی با کفار می جنگه به خاطر اعلای کلمت الله، به خاطر عقیده صحیح و سالم. وقتی که شهید میشه، این شهید الدنیا و الاخره به این واسطه گفته شده چون حکم ازی، حکم غسل ازی، تکفین ازی، تجهیز ازی نسبت به سایر اموات فرق میکنه که او بحث جداییه که ما اگر به این بپردازیم خب میبینیم وقتی کتاب شهید، باب شهید در فقه و در اینها وقتی که باز شده، یعنی حکم ازی در دنیا هم نسبت به سایر اموات فرق میکنه و در آخرت هم که فضائل خاص خود داره و وعده های زیادی بری ازی داده شده. شهید دنیا که گفته شده، این شهید الدنیا کسیه که حرکت کرده در عالم ظاهر. ما رو میبینیم که رفته با کفار جنگیده، رفته در صحنه جنگ قرار گرفته، ولی نیت ازی فقط ای بوده که دنیا رو به دست بیاره، غنیمت رو به دست بیاره و بالاخره همو برای قهرمان و شجاعت و اینا. چون در حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند روز قیامت ایت اشخاصی آورده میشن و بعد گفته میشه چرا جنگیدی، چرا شهید شدی؟ میگه به خاطر نام تو. الله سبحانه و تعالی میگه ما واقفهم کذبت، دروغ میگه ای و دروغ میگی و ای رو بکشانی به طرف جهنم. یعنی حرکتی و معصیت و او معصیت از او دخول نار میشه. سوم شهید الاخره، یعنی در دنیا این شهید حکم جدایی نداره، مثل سایر امواته، غسل داده میشه، تکفین میشه، تجهیز میشه و بالاخره دفن میشه مثل سایر اموات، نماز خوانده میشه. اما شهید الاخره که گفته شده در آخرت پاداش داره. مثلا مثل طالب الشهاده، کسی که در طلب شهادت هست ولی شهید نمیشه، در روی بستر هم که بمیره شهید گفته شده. و همچنین مطعون آمده و مبطون آمده، کسی که در مرض طاعون، در مرض شکم دردی و بالاخره در غرق شدن، در سوختن، صاحب الحدم آمده، خانه سر از او ویران میشه، تخریب میشه و بالاخره. و همچنین آمده که والمرأة تموت بالنفاس، یعنی زنی که در حال ولادت از دنیا میره، یعنی طفل به دنیا میاره، این هم شهید میشه. و طالب العلم که در راه طلب علم هست و از دنیا میره شهید میشه. این شهید در دنیا حکم از این مثل سایر امواته و در آخرت به پیشگاه الله سبحانه و تعالی اجر داره و پاداش داره. که این به طور خلاصه و فشرده اینه که شهید دنیا و الاخره داریم که در رأس همه مقام و منزلت و جدا شهید دنیا هست که فقط در دنیا برای از قهرمان و اینها گفته میشه و در آخرت هیچ اجر و پاداشی نداره. و شهید الاخره کسیه که در طلب شهادت و بالاخره با این موضوعاتی که نام گرفته شد، با این نیت از دنیا میره و با این افعال و اعمالی که در احادیث آمده از دنیا میره، این شهید الاخره هست، اجر و پاداش داره. خب جناب مولانا، وقت کسی برای اعلای کلمت الله، برای حفظ دین، برای حفظ نوامیس و برای حفظ عزت و آزادی خود و مسلمانان علیه کفر میرزمه و علیه کفر مبارزه میکنه و پیکار میکنه و بالاخره به شهادت میرسه، البته این شهید، کسی که به شهادت میرسه، جایگاه و مقام و فضایل هم داره. میخوایم در ارتباط به فضایل و او نعماتی که خداوند جل جلاله برای یک شهید آماده کرده در آخرت بدانیم که چه فضایلی داره. اگر بخوایم ما فضائل شهید
از دیدگاه قرآن و احادیث گوهربار نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بیان کنیم، نه تنها به این 2 ساعت وقت برنامه، بلکه اگر ساعتها اختصاص بدیم به این موضوع هنوز هم کم گفته ایم. من فقط فهرستوار چند آیه و احادیث گوهربار نبی کریم صلی الله علیه و سلم و موضوعاتی که در روایات اشاره شده بیان میکنم. الله سبحانه و تعالی در قرآن ارتباط به اونهایی که شهید میشن یعنی خود را به عنوان یک بائع و یا یک مشتری طرف قرار میده، یعنی بین الله و بین مخلوقی که حرکت میکنه، بین بنده‌ای که حرکت میکنه به طرف جهاد و شهادت، یعنی مثل بائع و مشتری بیان شده که الله سبحانه و تعالی میفرماید ان الله اشترى من المؤمنین، یعنی خریدار الله سبحانه و تعالی میشه. چی خریداری میکنه از این بنده؟ او چیزی که الله لطف کرده، الله برای از این مهربانی کرده، جان داده الله، عقل داده الله، قوت و انرژی داده الله. باز هم الله سبحانه و تعالی میگه بیای بنده من ای از تو من بخرم، بیا از تو خریداری کنم. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم، جانهای از اونها. به چی؟ به کدام پاداش؟ الله میگه بان لهم الجنه. الله سبحانه و تعالی میگه من بهشت در میدم. یعنی بین شهید و بین الله سبحانه و تعالی یک مذاکره و گفتگوی محبت آمیز یعنی صورت میگیره. این چه کار میکنه در این قبال؟ بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله. در تعریف شهید ما گفتیم که من قتل فی سبیل الله، کسی که کشته میشه در راه الله. الله سبحانه و تعالی در اینجا میگه که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله، در راه الله می جنگه. فیقتلون و یقتلون، این کشته میشه و میکشه در راه جهاد و مبارزه و یعنی شهید میشه. وقتی که این شد فیقتلون میکنه وعدا علیه حقا، یعنی مسئله جهاد، مسئله شهادت، مسئله این بیع و شرایی که بین بنده و الله سبحانه و تعالی صورت میگیره، این تنها در دین اسلام نبوده. وعدا علیه حقا فی التورات والانجیل والقرآن، در تورات و در انجیل و در قرآن، یعنی در کتب آسمانی، یعنی در حضرت موسی هم در جهاد شرکت داشت، در راه شهادت و اینها. حضرت عیسی هم جهاد کرد، پیامبر صلی الله علیه و سلم هم جهاد و شهادت و اینها. وعدا علیه حقا فی التورات والانجیل والقرآن و من اوفى بعهده من الله. الله سبحانه و تعالی در اینجا سبحان الله میگه چی کسی با وفاتر از الله میابی؟ الله یکی وعده رو به تو داده. این چیزایی که ما وقتی به شهید میگیم شهید این مقام داره، این منزلت داره، اینها همه به خاطر چی؟ چون این حرکت کرده به خاطر اعلای کلمت الله، نه به خاطر مقام، نه به خاطر چوکی، نه به خاطر بالاخره فلان و فلان و فلان، فقط اعلای کلمت الله. حرکت کرده که تا در زمین خدا احکام خدا پیاده بشه، در زمین خدا پرچم توحید بلند باشه. به اینجی و من اوفى بعهدی من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و ذلك هو الفوز العظیم. این واقعا یک فوز و فلاح و رستگاریه که الله سبحانه و تعالی برای شهید و برای کسی که در راه الله سبحانه و تعالی جنگیده و شهید شده. آیه دیگه الله سبحانه و تعالی به صراحت کامل بیان میکنه که ولا تحسبن الذين قتلوا فی سبیل الله. این آیات شما ببینیم هر کدام رو وقتی ما میخوانیم ادامه میگه فی سبیل الله. فی سبیل الله در آیات قید شده، یعنی در راه الله سبحانه و تعالی. هیچ نیتی و هیچ اراده شخص مجاهد نداره وقتی که شهید میشه جز این که در راه الله سبحانه و تعالی. میگه مپندارید، گمان نکنید او کسانی که کشته شدن، شهید شدن در راه الله سبحانه و تعالی امواتا، اینا مردگانی هستند. فکر نکنید در عالم ظاهر افتاده مثل سایر امواته، افتاده بالاخره تکه تکه شده، پارچه پارچه شده، ولی شما گمان نکنید که اینها مردگان هستند. بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکه اینها زندگانی هستند که به پیشگاه الله سبحانه و تعالی و نزد الله سبحانه و تعالی یرزقون، روزی داده میشن و از اون چیزی که الله سبحانه و تعالی برای از اونها نعمت داده اونها استفاده میکنن. همچنین آیه دیگه الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه ولا تقولوا، شما نگویید لمن یقتل فی سبیل الله، او کسی که در راه الله کشته شده، اموات،
این مرده هست. بلکه چی؟ بل احیاء، اینا زنده هستن، ولکن لا تشعرون، شما شعور ندارید، عقل ندارید. اینهایی که شهادت را قبول ندارن، اینهایی که شهید را قبول ندارن، اینهایی که اینها را قبول ندارن، الله سبحانه تعالی اینها به یک تعبیر عجیبی به کار برده. حتی شما ببینیم ما میگیم که حیوانات شعور دارن، در حقیقت حیوان شعور داره. حیوان شعور داره. میبینیم که همو حیوان الله سبحانه تعالی برای از او اگر عقل نداده شعور داده، احساس داده، درک میکنه. در این راستا الله سبحانه تعالی میگه این اشخاصی که منکر شهید بشن، منکر شهادت بشن و فکر بکنن که فقط انسان رفت کشته شد و این دیگه مقام و منزلت نداره، الله سبحانه تعالی میگه ایت نگیم شما ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. اگر چنین بگویید دیگه اینها کسانی هستند که از محروم شدن از حتی از شعور. آیه دیگه الله سبحانه تعالی میفرماید که الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم، اینهایی که ایمان آوردن، هجرت کردن، جهاد کردن در راه الله، بازم قید فی سبیل الله داره، فی سبیل الله، باموالهم یعنی مال دادن، و انفسهم جان دادن، یعنی شهید شدن، اعظم درجه عند الله و اولئک هم الفائزون. درجه از اینها دیگه بزرگترین درجه اینها دارن. الله سبحانه تعالی میگه و اولئک هم الفائزون، اینا رستگارن. یعنی شهدا الله سبحانه تعالی میگه اینا رستگارانن، اینها کسانی هستند که به مقامی رسیدن که فوز و فلاح و رستگاری نصیب از اینا شده. و همچنین وقتی که ما و شما شبانه روز چندین مرتبه به پیشگاه الله سبحانه تعالی ایستاده میشیم میگیم که اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، ای الله ما را هدایت کن به راه راست برای او کسانی که نعمت دادی به اونها. وقتی این آیه مبارکه چون تفسیر قرآن ما باید از خود قرآن بگیریم، این آیه دیگه تفسیر میکنه ما هر روز کدام راه طلب میکنیم. ای الله ما را هدایت کن، ما را سوق بده، ما را ببر در کدام را؟ الذین انعم الله علیهم، او کسانی که نعمت دادی بر اونها کیا هستن؟ انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. الله اکبر، الله اکبر. چه نعمت عظیم و بزرگی که ما هر روز میگیم ای الله برای ما را هدایت کن، به ما نعمت بده. اون نعمتی که انبیاء علیهم السلام، یعنی اون درجه و مقامی که بعد از انبیاء علیهم السلام من النبیین و الصدیقین، سبحان الله، صدیقین کیا هستن؟ مثل صدیق اکبر، صحابه کرام، اینها صدیقین. من النبیین و الصدیقین و الشهداء، ای الله پروردگارا به رایی که شهدا را بردی، به او هدفی که شهدا داشتن، به او نیتی که شهدا داشتن، به او حرکتی که شهدا داشتن. و الصدیقین من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین، انسانای صالح نیک. یعنی ای الله مر به این راه ببر، رفاقت با اینها در آخرت مرا برسان که با اینها رفاقت داشته باشم. چه بهتر از اینها. اولئک، اینا چون الله سبحانه و تعالی وقتی که بیان میکنه و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا، بهترین رفیق اینهایان، بهترین دوست اینهایان، بهترین آشنا اینهایان که الله سبحانه و تعالی ما و همه بینندگان عزیز و گرامی در حشر در کنار نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین داشته باشه و حشر بکنه. و آیات زیادی داریم که پیرامون شهدا، جایگاه شهدا، ارزش شهدا. ما فقط مختصرا از گفته شما اینطور معلوم میشه اولین فضیلت و اولین بگه ارزشی که شهدا دارند اونها پیش خداوند زنده اند و حتی در آیت بل احیاء عند ربهم یرزقون، رزق داده میشن. درست است جناب مولانا؟ بله. مقام شهدا مقامیه که ما چیزی که در آیات اشاره شد و بعضی موضوعاتی که در احادیث بیان شده که من فقط فهرستوار میگذارم. در حدیث آمده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خود رسول نازنین رحمت للعالمین، یعنی از ای که بگیم اشرف مخلوقات، میگیم که سید المرسلین، اشرف انبیاء علیهم الصلاة والسلام،
یعنی مقام رسول الله صلی الله علیه و سلم، تعریف و توصیف رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگه ما اونقدر الله سبحانه و تعالی وصف کرده که ما عاجزیم که بیان کنیم. رسول با همین عظمت و بزرگی، با همین عظمت و بزرگی پیشگاه الله چقدر ارزش داره، چقدر قرب، چقدر منزلت. رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یتمنى القتل فی سبیل الله. الله اکبر. تمنا میکردن، آرزو میکردن شهید شدن در راه الله سبحانه و تعالی. به همینه که بعضی اقوال میاره که رسول الله صلی الله علیه و سلم شهید شدن. همون زهری که همون یهودی که به خوراک رسول الله صلی الله علیه و سلم کرد و از اثر از او بعضی از علما میگن رسول الله صلی الله علیه و سلم شهید شدن. و در روایت دیگر میاره که رسول الله صلی الله علیه و سلم 3 مرتبه میگن که ای الله دوست دارم که در راه تو ما شهید باشم و زنده باشم، شهید باشم و زنده باشم، شهید باشم، یعنی پس به دنیا برگردم. در حتی روایت 4 مرتبه آمده، حتی بعضی روایات 10 مرتبه آمده که خود شهید این آرزو از الله سبحانه و تعالی میکنه، در حالتی که کل انسان هایی که در بهشت داخل بشن اینقدر غرق نعمت های بهشت و لذات بهشت میشن که دیگه این دنیا رو نمیخوان ببینن. و حتی ادناترین، پایین ترین، رتبه ترین آنهایی تو فکر میکنه که همه نعمات خداوند برای از او داده شده. الا شهید با همه نعمت های بهشت باز هم از الله آرزو میکنه که ای الله کاش که یک دنیای دیگر و ما چون اونجا تکریم و تعزیز میبینه. امیر میبینه که به اعزاز و به اکرام، ای الله اینقدر مقام، منزلت، جایگاه از برکت شهادت دوباره در دنیا برم که من شهید باشم. آمده که در روایت یغفر للشهید فی اول دفعه من دمه، به مجردی که خون شهید در زمین، یعنی قبل از اینکه خونی در زمین ریختانده بشه، الله سبحانه تعالی گناه ها از او میامرزه، یعنی آمرزیده میشه، بخشیده میشه. همچنین گفته شده یرا مقعده من الجنه، به مجردی که تیر میخوره جایگاه خود در بهشت میبینه. میبینیم از سیدنا علی کرم الله وجهه ما روایات داریم که وقتی که او ظالمی که تیر به جان سیدنا علی ابن ابی طالب میزنه در وقت نماز صبح، در قبل از نماز صبح در مسیر مسجد، سیدنا حضرت علی چی میگن؟ میگن فضت بربک الکعبه، به رب کعبه قسم که من رستگار شدم. تیر میخوره، از بدن خون خارج میشه، این لحظه‌ایه که انسان باید درد بکشه، اما چون او جایگاه خود در بهشت میبینن، او مقام خود در بهشت میبینن، او چیزی که وعده شده بود مشاهده میکنن، اینجا میگن که من کامیاب شدم. در اقوال آمده که شهید با مجردی که تیر دشمن به جان از او اصابت میکنه و این مسائل و این که ما بیان میکنیم همون شهید دنیا و آخرت هست. این شهیدیه که فقط با کفار به خاطر اعلای کلمت الله می جنگه. و همچنین آمده که در قبر فتنه هست ولی شهید از فتنه قبر محفوظه. و همچنین آمده که یأمن من فزع اکبر، صحرای محشر بسیار تکان دهنده، فاذا جاءت الطامة الكبرى فاذا جاءت الصاخة آمده در این، ولی مطمئن شهید در امن، در امان، هیچ تشویش در حشر و در او صحنه‌های دلخراش قیامت نداره. و همچنین آمده که یوضع علی رأسی تاج الوقار یاقوته منها خیر من الدنیا و ما فیها، در سر شهید تاج گذاشته میشه که دانه‌های یاقوتی او تاج، هر دانه از او چی گفته شد؟ بهتر از دنیا و ما فیها. الله اکبر. دنیا و مافیا یعنی چی؟ یعنی این دنیا با این همه معادن، با همه ذخایر، با همه طلاها، با همه جواهرات، با همه سرمایه های دنیوی که ما میبینیم که ارزش به عقل برابر نمیاد که ما حساب بکنیم که چقدر در دنیا هست، هر دانه او یاقوتی از او، هر دانه از او بهتر از دنیا و مافیا. حتی نگفته که به اندازه دنیا و مافیا، گفته خیر من الدنیا و مافیا، بهتر از دنیا و مافیا ها هست. و همچنین گفته شده که یزوجو به نکاح داده میشه یا بالاخره برای از او داده میشه به 72 من الحور العین،
یعنی 72 حور برای شهید داده میشه. یشفع فی 70 من اهله، 70 نفر از اهل خور شهید شفاعت میکنه. گفته شده که دم الشهید احب الشیء الی الله تعالی، بهترین چیز به نزد الله سبحانه و تعالی همون خون شهید هست. خلاصه مسائل و فضائل زیاد هست که الشهید لا یجد علم القتل، در وقت شهادت شهید درد نمیکشه. یعنی الله سبحانه و تعالی وقتی شهادت از او پیشگاه الله پذیرفته بشه او احساس نمیکنه که تیر خورد. سیدنا علی میگه من کامیاب شدم. یعنی چی؟ یعنی از او تیر لذت میبره، از تیر دشمن لذت میبره. او صحابه دیگه که میگه که بوی بهشت به مشام ما خورده، من بوی بهشت رو لمس میکنم، چند روز غذا نخورده و خرمه‌ها داخل دست داره و اینها رو به زمین میندازه که تا اینا رو من بخورم تأخیر میشه. چرا من تأخیر کنم؟ میشه تاپه به طرف الله سبحانه و تعالی. اینا همه موضوعاتیه که مقام شهید و جایگاه شهیده. و همچنین گفته شده که الشهید تبتدره زوجته من الحور قبل ان یرفع من مصرعه. گفته شده که یعنی باز هم در جایی که شهید افتاده، شهید شده، قبل از اینکه دیگرها او را از او مکان از او انتقال بدن برای دفن یا بالاخره اینها قبل از اینکه او انتقال بدن حوران بهشت به سراغ از او می آیه. همه اینها و همچنین درباره شهدا آمده که غسیل الملائکه یا تغسله الملائکه گفته شده. دیگه ما نداریم که در این راستا این بشارت و این مژده فقط ملائکه هستند که چون در روایات داریم که آمدن و بالاخره صحابه را گرفتن و غسل دادن و در این راستا به خاطر چی؟ او همه ارج و احترام به خاطر شهادت و به خاطر این قرب و منزلت. و همچنین گفته شده که جسم شهید در خاک نمیخوره و آمده که یفرحون بما آتاهم الله من فضل، خوشحال از او چیزی که برای از او داده شده. و همچنین ارواح شهدا آمده که فی حواصل طیر خضر فی ظل العرش، در ارواح شهدا در او منقارها و یا در بالاخره مرغان سبز قرار داره که اونها سیر میکنن در زیر سایه عرش پروردگار عالم. و همچنین موضوعات دیگی که اشاره شده درباره شهید که من الشهدا من یضحک لهم ربنا تبارک و تعالی، در روز قیامت و در حشر الله سبحانه و تعالی یعنی چی؟ یعنی به نگاه رحمت. یعنی طرف از اینا وقتی گفته شده که یضحک و میخنده یعنی از اینها راضی هست الله سبحانه و تعالی. و اینها من الشهدا لا حساب علی، حتی شهید واقعی که در راه الله سبحانه و تعالی شهید میشه برای از او حسابی نیه. یعنی چی؟ یعنی اگر حسابی هم گرفته میشه بسیار سلیس و روان و در اینها. خلاصه که فضائل زیاد هست آمده که فرق بین شهید و انبیاء علیهم السلام فقط درجه چیه؟ درجه نبوته. برای انبیاء علیهم السلام یک درجه که بالاتر و کاملیت و بالاخره گفته شده که اینها نبیینن. و برای شهید چون پیامبر نیه و نبی نیه هنمی درجه پایین تره. دیگه در غیر از او آمده که مقام و فضائل شهدا در بهشت و در اینها. یعنی این میخواه به ما ایت بفهمونه که شهید واقعی مقامی و کمتر از مقام انبیا نیه، ولی فرق بین شهید و تابع نبی همینه که درجه نبوت بالاتر از اینهایه. و همچنین برای شهدا در روز قیامت گفته میشه که از هر دروازه‌ای که میخواهی وارد بهشت شی. دروازه های گوناگونی داره، یعنی میتونیم بگیم که 8 دروازه که باب الصدقه آمده، باب الریان آمده و بالاخره باب هایی که در روایات آمده. برای شهید گفته میشه که از هر دروازه همه در خدمت توست. وقتی تو جان شیرین خود در خدمت دین الله سبحانه و تعالی، در خدمت نصرت دین گذاشتی و این جان رو تکه تکه و پارچه پارچه کردی به خاطر الله، اینجا هم الله از تو پذیرایی میکنه که بالاخره وارد بهشت شو از هر دروازه‌ای که میخوای. و همچنین آمده که شهید حتی تمنا میکنه که ان یرجع الی الدنیا و یقتل، که کشته بشه 10 مرات
10 مرتبه بیایه در دنیا، که اینها به طور خلاصه و فشرده ما گوشه های از فضائل شهید رو بیان کردیم که در اخیر میگیم اللهم ارزقنا شهادت فی سبیلک آمین مقبلین غیر مدبرین. آمین آمین جناب مولانا صاحب. خب بیننده های عزیز و گرامی، در اینجا متذکر میشم که آن عده از برادران و آن عده از مجاهدین و آن عده از دلیر مردانی که در صحنه های خیزش های مردمی، در صحنه های جهاد و در صحنه های همچون قیام های 24 هود، 3 هود و قیام های که در ولایت مختلف افغانستان در اصال ها جریان داشت از خاطرات داشته باشند، با ما خاطراتشان را بازگو کنند تا الگویی باشد برای نسل جدید و نسل های آینده. خب بیننده های عزیز و گرامی، یک میان برنامه میگیریم و پس از این میان برنامه انشاءالله خدمت جناب مولانا صاحب خواهیم بود تا ادامه بحث را با هم بشنویم. که داده بر جگر داره.
چسان میری که فرعونیان پناه خواهد به نمرودیان که ابراهیم وار آمد نشان حاضران داره شهید به مزار شهید به مزار شهید به مزار لحظه دیگر بمان با ما که بی تو چشم تر داره چنین مظلوم مرو جانان که داغ بر جگر داره تو را امروز به اللهی سپارم آن که استت کرد تو مقصد میرسی جانان و ما هم انتظارانه شهید به مزار شهید به مزار شهید به مزار خب بیننده های عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد دوباره خدمت شما هستیم با برنامه قلب آسیا. موضوع این هفته برنامه من خیزش عمومی مردم هرات در 24 هوت و آرمان‌های شهداست که البته این قیام حیثیت رمزیت در افغانستان را دارد و هر ساله از این روز از 24 هوت تجلیل به عمل می آید تا روح مجاهد پروری، تا روح شهادت و روح کشته شدن در راه الله تعالی و اعلای کلمه الله تعالی در نفس ها و در قلب های نسل جوان همیشه تازه و طری باقی بمانه. جناب مولانا صاحب، طوری که خدمت بیننده های عزیز و گرامی نیز عرض داشتیم، موضوع برنامه این هفته همان قیام 24 هوت مردم شهید پرور هرات است. امروز در ذهن برخی ها این سوال خلق میشه که کشور آرامی داشتیم، دولت آرامی داشتیم، امنیت بر هم خورد، شیرازه حکومت از هم پاشید و این چنان سوال های را بعضی ها میکنن. میخوایم بدانیم که چرا و چی انگیزه سبب شد که ملت مجاهد افغانستان و وقت صحبت از 24 هوت است، مخصوصا در 24 هوت مردم حاضر میشن که 25,000 شهید یا بیشتر یا کمتر به پیشگاه الله تعالی تقدیم کنن و امی پروسه جهاد و پروسه مبارزه تا امروز هم ادامه داشته باشه. چی باعث شد؟ چی انگیزی بود؟ چرا اینها دست به قیام زدن؟ وقتی که ما و شما ببینیم برای یک انسان مؤمن مسلمان که دارای یک عقیده درست و صحیح که عقیده اش سرچشمه از قرآن و سنت نبوی صلی الله علیه و سلم میگیره، برای مسلمان جان ارزش داره، مال ارزش داره، مقام و چوکی ارزش داره، عزت دنیا ارزش داره و راحتی دنیا ارزش داره، ولی با ارزش ترین شی برای یک انسان مسلمان که از این اشیایی که من نام گرفتم
حتی از زن و فرزند و از اینها، بالاترین ارزش دینی هست. یعنی مسلمان راحتی خور میخواهد در کنار دین باید داشته باشه، دین باشه. یعنی تمام توجهش طرف زن و فرزند و دنیا و اینها هست با داشتن دین، عقیده صحیح. اگر متوجه بشه که ضربه میخواه وارد بشه و بر عقیدهش با دینش، حالا چه کار میکنه؟ ایمان یک مسلمان هست که جانش، مالش، اولادش، خانوادهش، تمام زندگیش همه بر طبق اخلاص میگذاره و تقدیم میکنه برای دفاع از دین و اسلام و قرآن. حتی نمونه‌ای که ما وقتی میگیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بهترین اسوه و الگو برای امت خود و برای تمام بشریت هستند، به اینه که در دورانی که رسول معظم اسلام به عنوان پیامبر مبعوث میشن، خب دوران مکی، مشرکین از اونها چی درخواست کردن؟ گفتن ای پیامبر نمیگفتن، میگفتن ای محمد صلی الله علیه و سلم، اگر میخواهید که تو را بزرگ قوم استاده کنیم، هدف تو اینه که به یک مقام بزرگی و چوکی بزرگ برسی، همین لحظه همه فیصله میکنیم که محمد کلان قوم هست. اگر میخوایی و هدف تو این است، دشمن فکر میکرد که هدف پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همین است، چون دشمن همیشه روی مادیات فکر میکنه، روی همین چیزای ظاهری، قدرت و سرمایه و اینها فکر میکنه. فکر میکرد که حرکت رسول الله صلی الله علیه و سلم در همین راستایه. گفت اگر میخوای سرمایه دار بشی، ما همه پول جمع میکنیم، سرمایه جمع میکنیم، تو فرد ثروتمند قریش و مکه باش. اگر میخوای به زیباترین دختر دست پیدا کنی، ما کل دختران زیبا را استاد میکنیم، از بین اینها تو انتخاب بکن و اختیار بکن. دشمن چون همین فکر داره، یعنی او کسی که معتقد به الله سبحانه و تعالی نیه، اعتقاد به الله سبحانه و تعالی نداره، اعتقاد به دین نداره، تمام باورش رسیدن به قدرته، تمام باورش رسیدن به ثروته، تمام باورش اینه که یک موقف پیدا بکنه. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم چی جواب میدن؟ میفرمایند که اگر لو وضعت الشمس علی یمینی، اگر خورشید را در دست راست من بگذارید و مهتاب را در دست چپ من قرار بدهید، من هرگز یک قدم از این راهی که روانم عقب نشینی نمی کنم. به خاطر چی؟ چون هدف اینه که من اصلاح بین امت بیارم، توحید بین امت بیایه و یکتاپرستی بین بندگان الله سبحانه و تعالی، یعنی دین خدا، احکام خدا در سرزمین خدا پیاده بشه. ملت افغانستان مسلمان متدین، یعنی 1300 سال از زمان خلافت سیدنا عثمان ذوالنورین اسلام وارد افغانستان شد تا به الحال الحمدلله ملت افغانستان مسلمان. الحمدلله ما میگیم لا اله الا الله محمد رسول الله. وقتی که ما به خدا و پیامبر ایمان آوردیم، ملت افغانستان وقتی ایمان آوردن دیگه اعتقاد و باورشان اینه که باید در زمین خدا احکام خدا پیاده بشه، باید قانون خدا در زمین خدا پیاده باشه. برای ملت افغانستان هر آنچه که، چون شما از عوامل و انگیزه و اینها پرسان کردیم و بعضی ها هم میگن که همه چیز بود و بالاخره چرا چنین و چنان شد، برای ملت افغانستان از لازم مادیات هر چیز آماده بود. یعنی اگر ملت افغانستان قیام نمیکرد، امروز افغانستان هم در عرصه ظاهری خو، یعنی در پیشرفت و در مادیات و در اینها کمتر از اروپا نبود. امروز در افغانستان همه چیز بالاخره فراهم میشد، اما غیر از دین میرفت کنار، دیگه آنچه غیر از دین بود میآمد. ملت افغانستان که قیام کرد و بزرگترین انگیزه و عامل ای بود که
روی کار آمدن نظام کمونیستی. نظام کمونیستی یعنی چی؟ یعنی بیایه برای ملت تلقین کنه و بالاخره بفهمانه که نعوذ بالله من ذالک خدایی نیست. شما در دنیا وقتی که آمدید خودروی مثل یک نبات به وجود آمدید، پس بالاخره از بین میروید. این فکر و این عقیده ملت افغانستان برداشت نکرد. به خاطر چی؟ در رگ و ریشه ملت افغانستان این نفوذ کرده بود و الان هم هست و نسل ملت افغانستان اینه که دارای این عقیده یعنی که خدای وجود داره، خدایی که لا شریک له، خدایی که الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، خدایی که لیس کمثله شیء و هو السمیع العلیم و هو السمیع البصیر، خدایی که غفور و رحیم و شکر و دارای اسمایی که آمده اسماء الحسنا. پس اولین عامل چکار شد؟ بر وجود آمدن نظام کمونیستی ملت این نظام رو برداشت نکرد و تا به قام قیامت هم ملت نظام کفری رو قبول نمیکنه. به صراحت کامل میگم اشخاصی که امروز باز چشم طمع به این ملت و به خاک دوختن و فراموش کردن که بینی آبا و اجداد اونها، یعنی باداران اونها، بینی اونهایی که پیر انگلیسی که بالاخره آمد به این وطن و این روسیه و بالاخره اینهایی که امروز میخواهن که باز تجربه اونا رو تکرار بکنن، اینا خوب بدانن ملت افغانستان ملتیه که عقیده‌منده، مسلمانه، متدینه، ملتیه که ما به صراحت کامل میگم از انسانهای مجاهد، مؤمن، متقی و پرهیزگار که اینها سر جای خود. والله قسم استاد سیغل صاحب، والله قسم همون انسانی که در افغانستان به صفت فاسق و فاجر شاید معرفی شده باشه هیچ وقت به کافر تن نمیده و هیچ وقت زیر بار، درسته امروز زیر بار گناه و معصیت رفته، گناه و معصیت را الله سبحانه و تعالی و توبوا الى الله جميعا ایها المؤمنون آمده، یا ایها الذين آمنوا توبوا الى الله توبه نصوحا آمده، ان الله لا یغفر ان یشرک. بالاخره خدای تبارک و تعالی او هدایت کنه و امید بخشش هست. زیر بار گناه و معصیت آمده ولی زیر بار کفر هرگز نخواهد رفت و روز جواب دندان شکن همین فاسق و فاجری که در کشور اگه امروز معرفی شده برای از این کفار خواهد داد. پس یکی از انگیزه ها و عوامل به وجود آمدن نظام کمونیستی که امروز متاسفانه همو اشخاصی که دیروز ظلم میکردن، ستم میکردن، زنده به گور میکردن و بالاخره امروز باز در همین رژیم قرار دارن، همین رژیم فیلی آمدن. باز آمدن اما کور خواندن، اشتباه کردن. دیروز چه کار کردن که امروز بکنن؟ همون سربازان ابوبکر و عمر و عثمان و علی که دیروز به سراغ اینا رفت، باز فقاره چون بلند رود آخر سرنگون شود. ظلم اینا دیروز بلند شد، سرنگون شد و امروزه هم اگر این طغیان و سرکشی از اینا ادامه پیدا بکنه باز همون ملت هست. من عوامل و انگیزه ها رو سریعتر میگذارم. دوم، تاخت و تاز علنی بر اعتقادات و باورها. حالا حکومت کمونیستی آمد، رژیم کمونیستی آمد، شروع کرد علنی و علنا تاخت و تاز واضح و آشکار به اعتقادات. دروازه‌های مسجد رو ببند، مردم رو بگیر، علما رو بگیر، شهید بکن، بزن، ضرب و به شتم و زنده به گور کردن. و در این حرکت ها مردم حرکت کرد. گفتیم که برای انسان مؤمن و مسلمان هر چیزی ارزش داره، جان ارزش داره، شیرینه، بله، ولی شیرینتر از او ایمان هست، شیرینتر از او دین هست و قرآن هست. پس این عوامل و انگیزه شد که حرکت صورت بگیره، چی در هرات و چی در ولایات مختلفی که نام گرفتیم صورت گرفت. سوم، ظلم و ستم و بی‌عدالتی توسط حلقه به گوشان همین کمونیست ها که خلق و پرچم باشن. خلقی ها و پرچمی ها ظلم کردن، ستم کردن، بی‌عدالتی کردن،
که امروزه متاسفانه خلقی ها و پرچمی ها و کمونیست هایی که امروز سر کار آمدن بعضی چنان اینها رو جلوه میدن که اینها اصلا هیچ گناهی نکردن، هیچ معصیتی نکردن، هیچ ظلم و ستمی نکردن. امروز حتی بعضی انسان ها چی میگه؟ دوران فلانی خیلی بهترتر از این دوران بود. وقتی یک لحظه ما ورق بزنیم دوران کمونیستی، رژیم کمونیستی، خلق و پرچم، جنایات اینها، ظلم و ستم اینها، زنده به گور کردن و شکنجه های مختلف و بالاخره اینا هیچ وقت تاریخ فراموش نمیکنه. اگر ملت فراموش کرده باشه تاریخ هیچ وقت این جنایات اینها فراموش نمیکنه. که و همچنین کشاندن زنها به نام سواد آموزی به چی؟ یعنی به بی‌حیایی و به بی‌عزتی و به بی‌عفتی و بالاخره به این که به اینها اهانت بشه. و امروز هم جناب مولانا صاحب متاسفانه اما پروسه داره روی کار میشه به نام حقوق زن و به نامی که زن باید در جامعه نقش داشته باشه، در جامعه کنترل داشته باشه و حق و حقوقش داده شه. ما بیشتر اشاره کردم که افراد کمونیست، خلق و پرچم، اینها امروزه هم در نظام جا داره، و تا روزی که اینها در کنار همین نظام باشه، در این نظام نه خیره، نه برکت، نه آرامش، نه امنیت. والله قسم ملت افغانستان، والله قسم اگر رئیس جمهور صدای من میشنوه، اگر اون مسئولین دلسوز کشور صدای من میشنون، ما داریم مسئولین دلسوز، مجاهدین داریم در این نظام که دلسوزن. والله قسم تا زمانی که خلق و پرچم و کمونیست در این نظام کار بکنه، شما روی صلح و صفا و صمیمیت و امنیت در کشور نمیبینید. به خاطر چی؟ اینها هر کدام یادگار ظلمن، اینا سمبول‌های ظلمن. وقتی در صفحه تلویزیون انسان او خلقی و پرچمی و کمونیستی که دیروز پدر مر و پدر تور، برادر مر و برادر تور زنده به گور میکرد، امروز در چوکی نشسته در مسند قدرت قرار داره، ما او تحمل میکنم، مادر شهید او تحمل میکنه، برادر شهید او تحمل میکنه. وارثین شهدا یکی دو تا 10 تا نیان، کل ملت افغانستان، مادران این سرزمین وارثین شهدایان. امروز ما مادرانی داریم که در کنج خانه خود بیش از 30 سال، یعنی از سال 1357 تا به الحال، در کنج خانه خود اشک میریزانه و چشمش به انتظار فرزند و جیگرگوشه هست. تا به حال ناامید نشده و میگه شاید دروازه در بزنه و فرزند من داخل بشه و وارد خانه بشه. ولی او فرزند زنده به گور شده، ولی او فرزند تکه تکه شده، ولی او فرزند با چی مشکلات جان داده. ما چنین مادرانی داریم که چنین فرزندانی در راه دین و در راه اسلام و قرآن آنها تقدیم کردن. پس چرا خود را بازی می دهید؟ پروسه صلح می سازید؟ چرا خود را فریب می دهید به نام بالاخره چگونه امنیت را در کشور بیاریم؟ چرا خود را فریب می دهید ارتش می سازید، اردو می سازید؟ چرا خود را فریب می دهید؟ اینا هم فریب دادن هست. والله قسم 100 کشور وارد مملکت بشه، والله قسم صدها هزار اردو و ارتش و توپ و تانک و تیاره مجهز کنید، صلح را آورده نمیتوانید تا این انسانهای مذبذب و انسانهایی که دستشان به خون این ملت آلوده بوده، اینها را از نظام کنار نزنید. اینها باید از کنار، اینها باید به دست ملت تسلیم کرد و حدود الهی بر سر اینها جاری بشه. کمونیست را آوردید به صفت مشاور، کمونیست را آوردید که امنیت کشور را بیاره، خلق و پرچم را آوردید که بالاخره گرگ را آوردید چوپان کردید. اینا گرگانی هستند که ملت را تکه تکه کردن و ویرانی کشاندن. امروز اینها را آوردید، روح صلح را نمی بینید،
روی صلح را. من این را نمیگم که من خواهان این نباشم که صلح نیایه، والله قسم هر لحظه اشک از چشمان هر انسان مسلمان جاری میشه که این ظلم و ستم را در کشور میبینه. همه ما خواهان اینیم که در افغانستان صلح بیایه، صفا بیایه، صمیمیت بیایه، امنیت بیایه. اما چگونه؟ خون با خون نمیشه شست، خون باید با آب زلال شست. کسانی که دست اونها به خون ملت آلوده بوده و الان هست، آوردید به صفت مشاور، آوردید به صفت کارمند، آوردید به صفت وزیر، آوردید به صفت فلان و فلان و فلان، پست های بالا و اینها رو دادید. پس فکر صلح را نکنید. صلح ابدا نمی آید، ابدا در افغانستان صلح نخواهد آمد تا زمانی که کمونیست ها، خلقی ها، پرچمی ها، ظالمین، اونهایی که وطن را به ویرانی کشاندن در سر قدرت باشن و انسان های مجاهد، وارثین شهدا و اینها را کنار بزنید. اینها رفتن کنار، قاتلین شهدا آمدن سر کار و امروزه هم و بالاخره ما میگیم که دولت جمهوری اسلامی افغانستان با یک تبلو کنه میشه که با یک تبلو بالاخره بنویسید که جمهوری اسلامی افغانستان، خلق و پرچم قدرت داشته باشه، کمونیست قدرت داشته باشه و بالاخره دیروز جسم منو ترور میکرد، امروز فکر منو ترور میکنه. دیروز منو جسمن زنده به گور میکرد، امروز آمده فکر منوتور زنده به گور میکنه. دیروز آمد خواهر مسلمان منوتور به رگبار مسلسل بسته میکرد، امروز آمده عزتش، عفتش، پاکدامنیش را بالاخره کنار میزنه. این خیلی خطرناکتر هست، خیلی خطرناکتر هست. حرکت خلق و پرچم و کمونیست ها و انسان های بیدین و انسان های ملحد بر سر قدرت، در کنار این صلح و صفا و صمیمیت نمی آید. پس جناب استاد صیقل صاحب، یکی از عوامل و انگیزه های به وجود آمدن حرکت ملت افغانستان، خصوصا قیام 24 هوت هرات، ظلم و ستم و بیعدالتی توسط خلق و پرچم و اینها. من دو نکته دیگرم اشاره، یکی مسئله کشاندن زنها بود که امروزه هم میبینیم از این کار استفاده میشه. دیگر این که تقسیم زمین ها توسط رژیم کمونیستی و بالاخره ایر یک شعار ساخته بودن که زمین ها پنجریبی بشه و فلان بشه و بالاخره یک شخص الله سبحانه و تعالی بری از او توان داده، قوت داده، انرژی داده، تلاش کرده، سرمایه دار شده و بالاخره از فضل الله سبحانه و تعالی از راه حلال او میگفت نه و بالاخره فرق بین باید آمر و مأمور و اینها نشه و ملت این حرکت ها که دیدن قیام کردن. و آخرین حرفم اینه که ملتی که شهادت را پذیرفته اسارت را هرگز نمیپذیرد. این ملت به خاطر عقیده خود رزمیده، جنگیده، حرکت کرده، شهید داده و نسل این ملت در مقابل متجاوزین، در مقابل ملحدین، در مقابل بالاخره اشخاصی که بخواهن چشم بدی به این سرزمین و برای اهل این سرزمین داشته باشن، ملت به اونها مبارزه کرده و مبارزه خواهد کرد. خب جناب مولانا صاحب، بسیار نقاط دردآور شما اشاره کردین. متاسفانه همانطوری که گفتین امروز قاتلین ملت افغانستان به نام متخصص و به نام انسان‌های با تجربه و بالاخره کارفهم، اما اشخاصی که اما شخصیت‌هایی که در قتل، در کشتار و در برهم زدن امنیت کشور دست داشتند و در نابودسازی این قیام ها دست داشتند، اونها امروز میان به حیث وزیر و بالاخره مشاور و کارشناس روی قدرت میشن و کار میکنن، اما بازمانده های شهدا، وارثین شهدا، با اونها گفته میشه که شما برین به خانه بشینین، شما وظیفه‌تان انجام دادین. که باز رژیم کمونیستی، باز خلق و پرچم، باز مستبدان و ظالمان دیروز بیان اونا به حیث انسان‌های با تجربه که چند روز رفتن در غرب، در دامان اونجا بادارانشان بزرگ شدن و رشد کردن، باز دوباره بیان در داخل کشور و سرنوشت این ملتی که 15 سال، بیش از 15 سال علیه از اونا رزمید و جهاد کرد، اونا را باز سرنوشت بدست از اونا بتیم. خب جناب مولانا صاحب، سوال بعدی
صحبت از آرمان‌های شهدا بود. به نظر شما تا چه حد آرمان‌های شهدا برآورده شده؟ جناب استاد سیغل صاحب، وقتی که بحث از آرمان شهدا میشه انسان واقعا خجالت میکشه و من خودم شخصا وقتی که بر سر مرقد شهدا، خصوصا شهدای 24 هود و اونهایی که زنده به گور شدن، وقتی که آدم میره احساس خجالت میکنه. اینهایی که چی آرزو داشتن، چی هدف داشتن و به خاطر چی قیام کردن و امروز ما به صفت وارثین شهدا ما چه کار میکنیم و به چی راه روان هستیم. آرمان شهدا، اونها که آرزو داشتن، اونها به آرزوی خود هم رسیدن. بزرگترین آرزوی یک فرد مسلمان اینه که وقتی به خاطر اعلای کلمت الله حرکت بکنه و جان شیرین خود از دست بده. ما این آیات و احادیث که خواندیم، او به آرزوی خود رسید. آرزوی یک شهید همینه که عند ربهم یرزقون بشه. آرزوی یک شهید همینه که به پیشگاه الله سبحانه و تعالی شهادت از او پذیرفته بشه و قبول بشه. اما در عالم ظاهر که به ما چی پیام داشتن و آیا آرزوهای اونها و آرمانهای اونها برآورده شده یا نشده؟ اول اینکه شهید یکی از آرزوها و آرمانهای از او اعلای کلمت الله است، بلندی نام خدا، بلندی نام خدا و احکام خدا پیاده شدن، حدود الهی جاری شدن و انسانهای مسلمان و متدین عامل به دین و به اسلام و به قرآن بشن. ما یکی از دوستا و از عزیزا خاطرات 24 هود قسم کرد. می گفت که در روزی که قیام 24 هود در ولایت هرات شده بود که بیش از 20,000 که 24 یا 25,000 نفر میگن که در اون روز شهید شد، میگن یکی از دوستا قسم کرد، میگفت که در اون روز، چون خود من شخصا هنوز تولد نشده بودم در قیام 24 هود، یعنی چند سال بعد من به دنیا میام. خب پدر و اقربا و خویشاوندان و دوستانی که در اون روز حضور داشتن، یکی از این دوستا برای از این گفتم که از خاطرات 24 هود بگو. گفت که من یک نمونه رو اشاره میکنم. گفت که ما در همون لحظه‌ای که زد و خورد و شهادت و گفت که یکی پی از دیگر شهید میشد، یکی پی از دیگر شهید میشد. اونا با تانک ها می آمدن و با توپ داشتن و با سلاح‌های مجهز، ولی مردم با چوب و با بیل و کلنگ و با اینها، با سنگ دست و با ایت صحنه. سبحان الله، انسان یک لحظه فکر بکنه. میگن در همون لحظه یکی از دوستا مجروح شده بود. مجروح شده بود. گفت که این انداختیم در همون چرخی که در همون وقت، یا کراچی که میگیم یا بالاخره گاری که گفته میشه، این انداختیم انتقال میدادیم، گفتیم به یک جای ببریم و از صحنه نبرد و اینها دور بشه. گفتیم بسیار محکم مجروح شده بود. گفت که این فقط همین قدر میگفت که نگذارید که این خون شهدا پایمال بشه. همین حرف رو به زبان می آورد. و حرف دومی از این بود که ما 3 برادر بودیم، از خانه بیرون شدیم امروز، 2 برادر به مقابل چشم ما شهید شدن و من برادر سومی هستم. گفت که لحظاتی او می بردیم و او کلمه و لا اله الا الله می گفت، در او حالت جان داد و شهید شد. شهدا وقتی که حرکت کردن به خاطر اعلای کلمت الله، به خاطر بلند شدن نام خدا، امروزه آیا در افغانستان اعلای کلمت الله درست و صحیح هست؟ آیا احکام خدا درست و صحیح اجرا میشه؟ آیا حدود و قصاص هست؟ آیا مسائل امر به معروف و نهی از منکر که در قرآن اینقدر تاکید شده آیا هست؟ آیا در قرآن وقتی که ما آیاتی که میخوانیم، آیا پیرامون این آیات که یک لحظه ما تفکر کنیم و فکر کنیم،
امروز در افغانستان آرمان شهدا برآورده نشد در این عرصه که به خاطر اعلای کلمت الله، به خاطر تطبیق احکام شریعت. دوم، آرزو و آرمان شهدا تشکیل حکومت اسلامی آزاد و مستقل. حکومت که آمد در افغانستان، حکومت آمد، مسائل مادی هم همه چیز را آورد. مردم دین را ترک میکردن، میرفتن دنبال کمونیستا و خلق و پرچم و اینها، همه چیز برای اینا برآورده بود، همه چیز برای اینا فراهم بود، ولی برای تشکیل حکومت اسلامی حرکت کردن، یک حکومت آزاد، یک حکومت مستقل. آیا امروز حکومت ما حکومت اسلامی هست؟ چند فیصد اسلامی هست؟ حکومتی که در کنار از او خلق و پرچم و کمونیست و بالاخره انسانهای ملحد و بیدین باشن، ما ایر میتونیم این حکومت 100% اسلامی بگیم؟ دوم، آیا آزاد هست؟ آیا مستقل هست؟ اینجا هم آرمان شهدا برآورده نشد. سوم، از بین بردن فساد آمده بود، فساد اداری، فساد اخلاقی، بالاخره رشوت، سود، قمار، بدبختی، فحشا، منکرات، اینا وارد کشور شد، مردم قیام کرد. آرمان شهدایی بود که اینا از بین بره. آیا امروز از بین رفته؟ فساد اداری نیست، فساد اخلاقی نیست، رشوت نیست. لحظه انسان فکر بکنه، باور کنیم که والله هر انسان مسلمانی که وقتی بر سر قبر هر شهید استاده بشه، خود به خود شاید که خجالت بکشه برگرده. شهید میگه که من جان دادم، خون ریختاندم به خاطر آزادی وطن، به خاطر از بین بردن فساد. تو انسان عرق هم نمیریزانی؟ تو انسان رنگ قلم هم مصرف نمی کنی؟ من از خون خود گذاشتم به خاطر از بین بردن فساد، تو آیا از رنگ قلم نمیگذری که مصرف بکنی، یک مقاله علیه مفسدین بنویسی؟ خب امروز داریم انسان هایی که منویسن مقالات درباره مفسدین و اینها، ولی کم هستن. داریم انسان هایی که عرق میریزانن ولی کم هستن. پس بناهن ای از جمله عوامل و آرمان های شهدا. همچنین زنده ساختن فرهنگ اسلامی، بدعات، منکرات اینها وارد کشور شد، انقلاب شد، حرکت شد، بالاخره قیام مردمی شد. آرزوی و آرمان شهدایی بود که فرهنگ اسلامی احیا بشه. فرهنگ اسلامی در تمام عرصه‌های مختلف، مسائل عبادی، سیاسی و بالاخره فرهنگ اسلامی. اما امروز متاسفانه میبینیم در گوشه و کنار انسان‌های در این راستا مردم را انگیزه میدن و بالاخره تلاش میکنن که مردم رو بکشانن به طرف بدعت، خرافات، فرهنگ غرب میارن از طریق رسانه‌های مبتذل، بالاخره رسانه‌های صوتی، تصویری و مجلات. کشور خلاصه به یک طریقی میخوان که فرهنگ اسلامی از اونها از بین ببرن. حتی میبینیم ما فردا به عنوان اول سال هست، به عنوان اول سال 1384 94 ببخشیم که آغاز میشه. خب یک روزی هست دیگه، این دیگه زیاد روزی نیست که ما او به عنوان تجلیل و به عنوان بزرگداشت و به عنوان بالاخره. اما بدبختانه امروز میبینید در افغانستان نوروز دامن میخوره. نوروز یک عید مجوسی ها هست. ملت افغانستان مبارزه کرد، شهدا مبارزه کرد تا فرهنگ اسلامی بیایه. آیا تجلیل از نوروز این فرهنگ اسلامی هست؟ آیا بالا کردن جنده به عنوان عبادت این فرهنگ اسلامی هست؟ آیا رفتن در روز نوروز، اینا هم عواقب خطرناکی داره. من اینجا جناب استاد صیقل صاحب به طور خلاصه و فشرده برای بیننده ها فقط اشاره میکنم، ملت شرافتمند افغانستان، نوروز ارتباط به اسلام ندارد. عید مجوسی هاست، آتش پرست هاست، هیچ ربط و ارتباطی نداره. ملا علی قاری هیروی، یک فقیه و دانشمند از علمای بزرگ احناف، برای ما و شما بیان میکنه. وقتی شرح فقه اکبر از ملا علی قاری هیروی برداریم نگاه کنیم، خیلی مهمه. در روز نوروز تبریک گفتن نوروز، لباس پوشیدن در نوروز، سفره پهن کردن در نوروز، به خاطر نوروز بزرگ داشتن، به خاطر نوروز هدیه دادن، به خاطر نوروز انسان را از دایره اسلام بیرون میکنه. این آرمان شهداست که فرهنگ اسلامی باید احیا بشه، نه فرهنگ مجوسیت.
نه فرهنگ آتش پرست ها، نه فرهنگ بیدین و ملحدین. نشه که خدای نخواسته تو انسان به صفت یک مسلمان فردا بیرون بشی و بالاخره نوروز. حتی آمده که اگر کسی 40 سال عبادت کرده باشه، 40 سال عبادت سر به سجده و نوروز با هم دیگر تبریکی بده و این به عنوان عبادت بدانه و بالاخره این بزرگداشت کنه، 40 سال عبادت از این حبطه میشه، از بین میره. و در این راستا خیلی باید متوجه باشیم. فردا حتی اگر رخصتی هم میشه، اگر به نام نوروز رخصتی باشه، شرعاً جایز نیه. پس حکومت اگر رخصتی کرده به نام جشن دهقان، یک روز مصلحت حکومت بوده، نه به نام نوروز، نه بزرگ داشتن نوروز، نه به خاطر زردشت، نه به خاطر مجوسی ها، نه به خاطر اینا. متاسفانه من تصویر دیشب دیدم که در کابل بعضی از جوانها از روی آتش میپریدن و بالاخره در این راست مسلمانی یا ای الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، به تمام معنا به اسلام داخل بشو. خدا پرستی، الله پرستی، آتش پرست. در این راستا بعد او را میگن که وقتی که از بالای آتش پرواز میکردن یعنی آتش غمهای سال گذشته ما را میسوزانه. نه خیر، چنین نیست. یک لحظه فکر بکن به سال 93 اگر گناه کردی، معصیت کردی، بشین توبه کن و استغفار کن. اگر عبادت الله را کردی بگو الحمدلله که این سال من 4 رکعت نماز بیشتر خواندم. در این راستا فکر بکن. آتش پرستی و بالاخره این فرهنگ، اینها همه از طرف همین ملحدین، همین انسان‌های بدبخت و شقی وارد افغانستان میشه و فرهنگ اصیل اسلامی که آرزو و آرمان شهدا بود که این تقویه بشه. پس بنان خیلی خطرناکه. ملت شرافتمند افغانستان، وارثین شهدا مبارزه کردن با بدعات و خرافات. پس نوروز هیچ ارتباطی به دین، به اسلام و قرآن نداره. پیامبر صلی الله علیه و آله وارد مدینه منوره شدن، همین نوروز و همین زردشتی حتی به مدینه تاثیر گذاشته بود. وارد شدن دیدن مردم جشن داره. چی گپ است؟ گفتن که این روزیه که یک نوروز و مهرجان ما 2 عید داریم در سال. رسول الله صلی الله علیه و آله گفتن اینا رو کنار بزن، الله سبحانه و تعالی به شما 2 عید دیگر انتخاب کرده. برای مسلمان عید فطر و عید اضحی، یعنی عید روزه و عید قربان. سال 2 عید هست، در هفته 1 عید هست که سید الایام روز جمعه هست. دیگه به نام نوروز و به این عنوان هیچ روزی، هیچ عیدی در اسلام و در دین انتخاب نشده. پس بناهن این به این واسطه تاکید کردم که فردا، جناب استاد زیغالی، به این واسطه که فردا اولین روز سال و به نام نوروز و به نام جشن و به نام سفره پهن کردن و اینها مسلمان های مسکین و بیچاره فریب دادن. اما اگر تو برادر هم فردا رخصتی تعطیلی بیرون میشی به دشت و کوه و بیابان، به خاطر طبیعت میبینی که دشت و کوه و بیابانی که تا دیروز مرده بود امروز زنده شد. الله سبحانه و تعالی به همین طریقی که همین گیار میرویانه، بله، تو را هم فردا در حشر زنده میکنه و از تو سوال میکنه. در این بیرون میشی دشت و کوه و بیابان رو میبینی. تفکر ساعت خیر من سینین و بالاخره کل سیر فی الارض، در سیر کردن در زمین خدا. در این راستا پس همین نام نوروز از ذهن خود و از فکر خود، از اندیشه خود همه پاک بسازید. هیچ ارتباطی به دین نداره، به اسلام نداره، به قرآن نداره. هر انسانی که نوروز را بزرگ بدانه و بزرگ داشت نوروز و نوروز را تعظیم کنه، من تشبه بقوم فهو منهم، در قیامت با مجوسی ها و آتش پرست ها حشر میشه. سریعتر میگذارم جناب از جمله آرمان شهدا آمدن عدالت در کشور، که آرمان شهدا بود که در کشور عدالت بیاید، ولی متاسفانه امروز کمتر دیده میشه و بالاخره در گوشه و کنار. و همچنین حفظ عزت و عفت و پاکدامنی خواهران بود. به خاطر حجاب، به خاطر عزت و عفت جان خود فدا کردن. آرزو و آرمان اینا می بود که این بشه، ولی امروز میبینیم که خواهرای مسلمان متاسفانه به بی‌عزتی و بی‌عفتی و اینها به نام‌های مختلف و ستاره افغان و موسیقی و کانسرت و اینها کشانده میشن. و همچنین آمدن یک منهج درست در معارف کشور حرکت کردن تا بالاخره کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله بیای سر کار. تلاش کردن. این آرزو و آرمان شهدا بود که باید وزیر معارف از یکی از وارثین شهدا باشه، باید از یکی باشه که درد ملت را احساس بکنه در این راستا. و همچنین به خاطر از بین رفتن ظالمین تلاش کردن به دفاع از مظلومین، که امروزه هم متاسفانه ظالمین سر کار آمدن. بعضی انسان ها فکر میکنن ظالم همونه که سر را بگیره و بالاخره آدم بکشه
و دزدی بکنه. خیلی از ظالما میبینیم خب منظم پشت چوکی دفتر و ریاست خونه نشسته‌اند، دست اینا به خون ملت، به ظلم به آلوده هست. کسی که رشوت بخوره ظالمه، کسی که سود بخوره ظالمه، کسی که بالاخره فساد اداری داشته باشه ظالمه، کسی که فساد اخلاقی داشته باشه ظالمه و کسی که مردم رو به ظلم و ستم و بی‌عدالتی اینا بکشونه ظالمه. حتی نه تنها به اونا ظلم کرده، بر خود هم ظلم کرده که فردا به عذاب الهی گرفتار میشه. و این آرمان شهدا و آرزوی شهدا بود که امیدواریم که انشاءالله با آینده ها، تا به حال که برآورده نشده، با آینده ها مسئولین دلسوزی سر کار بیاین و آرمان و آرزوی شهدا برآورده بسازن. خب جناب مولانا صاحب، به اجازه شما میریم باز هم به سراغ یک میان برنامه. اما قبل از میان برنامه متذکر میشم که انشاءالله پس از دیدن میان برنامه منتظر پیام های شما دوستان و شما عزیزان هستیم که اگر خاطرات دارین و اگر اشخاصی هستین که شخصا در قیام های مردمی ملت افغانستان علیه رژیم حاکم آن وقت، رژیم کمونیستی، حضور داشتین، خاطراتتان را با ما در میان بگذارین. دوستان گرامی، پس از دیدن این میان برنامه انشالله باز دوباره خدمت شما خواهیم بود. من مجاهد حقم، مرد سنگر آرایم، مؤمن خدا جویم، دشمن تعدایم، قاطع و مبارزم، یار دین و دنیایم، شیر روز پیکارم، جنت است تمنایم، نعره های تکبیرم موج صف شکن دارد، چه چه تفنگ من با جهان سخن دارد. نعره های تکبیرم موج صف شکن دارد، چه چه تفنگ من با جهان سخن دارد. از فراز سنگرها شور آتشین دارم، در ره عدو دین هر کجا کمین دارم. من به نصرت یزدان باور و یقین دارم، من به مشرک و ملحد دشمنی و کین دارم. انقلاب من غوغا در همه وطن دارد، از هرات و بغداد تا غزه و یمن دارد. انقلاب من غوغا در همه وطن دارد، از هرات و بغداد تا غزه و یمن دارد. راکت و تفنگ من حجتم به میدان است، دفتر و کتاب من منطقی ز انسان است. هجرت و جهاد من بهر حفظ ایمان است، خط و مشی من دایم پیروی ز قرآن است. هر مبارزم اینجا حالتی چو من دارد، مرد سنگر و خون است با خودش کفن دارد. هر مبارزم اینجا حالتی چو من دارد، مرد سنگر و خون است با خودش کفن دارد. کار حق به جانم هست، حامی مسلمانم، پاسدار این دینم، یاور ضعیفانم. عاشق جهادم من، مرد روز میدانم، من مجاهد حقم، وارث شهیدانم. هر جوان این سنگر عزم کفر شکن دارد، از مصافشان دشمن
لرز در بدن دارد. هر جوان این سنگر عزم کف شکن دارد. از مسافشان دشمن لرز در بدن دارد. تاغوت و سپاه او از چنین کسان ترسند، قلب دشمنان دایم از وجود من لرزد. کاخ ظلمشان زود است، زلزله در آن افتد. صبر کن سلحشورا، عاقبت زما گردد. عشق این جهان در دل ریشه کهن دارد. بیخ کفر و طاغوت را روزی ریشه کن دارد. عشق این جهان در دل ریشه کهن دارد. بیخ کفر و طاغوت را روزی ریشه کن دارد. عشق این جهان در دل ریشه کهن دارد. بیخ کفر و طاغوت را روزی ریشه کن دارد. خب بیننده های عزیز و گرامی، با عرض سلام دوباره خدمت شما هستیم و نوبت میرسد به استقبال تماس های شما بزرگواران. البته موضوع برنامه قیام 24 هوت مردم هرات و آرمان های شهداست که قبل از گرفتن میان برنامه جناب مولانا مجیب الرحمن کارشناس دایمی برنامه در ارتباط با جایگاه شهدا، فضایل شهدا و آرمان‌های شهدا و همچنین مسئولیت ما در قبال شهدا صحبت‌های مفصل داشتند و الان امیدواریم که شما عزیزان با تماس‌های خود در هرچه بهتر شدن و پر رونق شدن برنامه خودتان سهم بگیرید. خب دوستان عزیز بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید برادر عزیز. خب بیننده اول میگیریم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم و علیکم السلام. بفرمایید برادر عزیز. حالتون خوبه؟ سلامت هستی؟ سلامت باشین. بفرمایید برادر عزیز. صدای شما داره پخش میشه به طور مستقیم و زنده. بفرمایید خودتان رو معرفی بکنید. علیکم السلام. بفرمایید برادر عزیز. ببخشید می‌خواستم در مورد عید نوروز مولانا فرمودند که سلامت باشین. بفرمایید برادر عزیز. صدای شما داره پخش میشه به طور مستقیم و زنده. بفرمایید خودتان رو معرفی. بیننده های عزیز و گرامی، نقطه مهمی را که من در هر برنامه یادآور میشم است که شما از طریق کوشش کنید، سعی کنید که از طریق گیرنده و گوشی تلفن با ما در تماس باشید. وقتی شما تلویزیونتان روشن میمانین و از طریق تلویزیون با ما در تماس میشین، مشکلی است که صدا دوباره منعکس میشه و ما هم دیرتر صدای شما را 10 ثانیه دیرتر میگیریم و شما هم صدای ما را 10 ثانیه دیرتر به گوش شما صدای ما میرسه. خب بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشید. و علیکم السلام. سلامت باشین برادر عزیز. بفرمایید خودتان معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ ما خیرالله است، از ایران صحبت میکنیم. سلام میرسونیم با آقای انصاری مولوی مجیب الرحمن. سلامت باشین. جناب انصاری صاحب هم خدمت شما سلام میرسونن. بفرمایید در خدمت شما هستیم آقا خیرالله. بفرمایید برادر عزیز. مشکل ما این است برای شما که افغانستان امروز می بازخواست است، می قول است، همه روز جنگ است. اگر برای داخل یک شعبه به دنبال عنوان یک پاسپورت یا مدرک یا باید پول داشته باشی یا پارتی داشته باشی، اول میری از پول گپ میزنه که
چند پول داری چی داری، بازخواست کسی نمیکنن، بدبختیه. یعنی کارا زیاد در افغانستان امروز کسی اعدام نمیکنه، مجرم میگیره میبره داخل زندان پول میگیره، از اون بر دیگه هم آزاد میکنه. این طور مشکلات ها داریم در افغانستان. سلام میرسونم به مولهیم مجید رحمان. سلامت باشین برادر عزیز خیرالله، سلامت باشین. تشکر میکنم از تماس شما. واقعا مشکلات زیادی داریم در ادارات دولتی، چون افراد نااهل و افراد ناشایسته هستند که امروز در رأس ادارات و حتی در رأس بعض ریاست ها و وزارت ها قرار دارند، چنانچه جناب مولانا صاحب هم در خلال برنامه اشاره کردند و ما امروز شاهد از او هستیم که امروز گفتیم در رأس بعضی از وزارت ها هم ما اشخاص از کمونیست های دیروزی که دستشان به خون ملت عزیز افغانستان آغشته بود و برای کشتن و بستن و بالاخره زنده به گور کردن این ملت تلاش میکردند، امروز اونها متاسفانه در رأس قدرت قرار دارند به حیث متخصص و کارفهم و کارشناس و این چنین. خب بیننده بعدی، السلام علیکم. سلام. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خودتان معرفی بکنیم برادر عزیز. شبکه بفرمایید. شبکه جهانی وصال حق، برنامه قلب آسیا. موضوع برنامه سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خودتان معرفی بکنیم برادر. مولانا مجید الرحمن استاد عزیز سلام عرض میکنم. و علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. سرپناه پاکستان وصال، من از ایران زنگ میزنم، اسم محمد عاشق الله. خب الان در ایران زندگی میکنیم و شما دست درد نکنه که شما اینجوری برنامه‌های زنده قشنگ اسلامی به مردم افغانستان اجرا میکنم. مولانا صاحب تشکر میکنیم. چند یک سال پیش رفتم افغانستان و من که خواستم پاسپورت بگیرم، پاسپورت که میگرفتم 50-60 نفر از من جلو بوده. تو قماندانی، خود قماندانی که هلیکوپتر امریکایی ها پیاده لحظه بعد میره بالا، یک جنرال از لوگر بوده که اون هم از اونجا قماندانی پیاده شده، سویله کمونست بوده به نظر قدیم. ولی من که رفتن که پاسپورت یه لحظه من گفت شاری گفت خیلی دیر آمده. خب برادر عزیز و گرامی عتیق الله خان صدایشان قطع شد، اما واقعا درد بسیار عظیم ملت ما داره. یکی از دردهایی است که برخورد بسیار ناشایستی از طرف مامورین و کارمندان ادارات مختلف دولتی با اینا صورت میگیره. مخصوصا همین دو برادر که صحبت کردن در ارتباط به پاسپورت بود که البته پاسپورت چه در قماندانی های داخل افغانستان و چه در کنسولگری ها و سفارت هایی که در بیرون از کشور است با اینها برخورد غیر اسلامی صورت میگیره. یکی از آرمان های شهدایی بود که عدالت و شایسته سالاری در این کشور حاکم شود که متاسفانه امروز فاقد این چیز هستیم. بفرمایید برادر بعدی. السلام علیکم. بیننده بعدی. السلام علیکم. سلام علیکم. خوبت محمد. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز در اتاق کنترل میتونین صدا را کمی بلندتر بکنین. بفرمایید برادر عزیز خود معرفی بکنین. من حمیدالله هستم از شهرک اسلام قلعه ولایت هرات. بفرمایید برادر حمیدالله عزیز از هرات، از شهر قیام 24 هوت. من قیام 24 میخواستم تشکر کنم از مولوی صاحب مجید الرحمن به خاطر گفته‌هایی که کردن در حساب آرمان و شهدا. میخواستم تشکر کنم. سلامت باشین جناب مولانا صاحب، صدایتان میشنون. انشاءالله از حسن نظر و از تقدیر شما ما هم ابراز امتنان میکنیم. تشکر از دوست شما. چیزی دیگری گفتنی دارین برادر عزیز؟
خب ما از تشکری میکنیم از برادر حمیدالله و از حسن نظرشان. میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم برادر عزیز. سلام علیکم، بفرمایید برادر، خود معرفی بکنید. خب مثل که تماس قطع شد. بیننده بعدی. سلام علیکم. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. بفرمایید خود معرفی بکنیم برادر، از کجا صحبت میکنید؟ سلام علیکم. سلام دارم به خدمت شما و خدمت مولانا صاحب مجیب عزیز. مستلطان احمد از ولایت هرات. سلامت باشین. ما هم متقابلا خدمت شما و تمام بیننده های عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم. زنده باشین. تشکر. بفرمایید برادر. الو بفرمایید، صدای شما داره پخش میشه. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. میخواستم سلام کنم به خدمت شما و تمام بیننده های عزیز. مولوی مجیب الرحمن عزیز درست میگم، ولیکن تنها چیزی که با افغانستان زیاد هست بی‌عدالتی زیاده. عدالت که بی‌عدالتی هم زیاده. خود چی رقم میتونه این حکومت ببره؟ ولی برام بله گفته مجیب الرحمن عزیز، ولیکن این دولت یکم یک فکر از این مردم و به حال خود افغانستان ببینی اصغر از یک چیز دیگه هم صحبت کنه شما که از این قومای هزاره که میرم با کشورهای دیگه جهاد میکنم و میگم ما جهاد میکنه، ولی خود اینا بیجی به داخل افغانستان با مشکل گیر میکنه. ولیکن از این سفارتایی که با داخل ایران چرا اینا این کار نمیکنه، چرا پرسان نمیکنه که اینا کینه که میره کشورها میره؟ باید این سفارت‌ها، باید دولت افغانستان باید پیگیر باشه اینا. اینا میره هر وقت از اونجا کشته میشه و با داخل افغانستان هم مشکلات زیادی به اینا چیز میشه. بله برادر عزیز، سلامت باشین. ما در ارتباط به موضوع افغان هایی که به سوریه فرستاده میشه یک برنامه ویژه داشتیم، صحبت شد. اما ما از شما میپرسم جناب برادر عزیز که مثل که تماس ما با میشنوین. سلام علیکم. مثل که تماس ما قطع شد. خب میریم به سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خواهر عزیز بفرمایید. ما از ایران تماس میگیریم. ببخشید میخواستم ببینم آیا گفتن تبریک سال نو هم گناه داره یا نه؟ سلامت باشین. انشاءالله پاسخ سوالتان جناب مولانا صاحب ارائه میکنن. سلامت باشین خواهر عزیز. سلامت باشین. و علیکم السلام. خب بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خودتان معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ نجیب الله از ایران زنگ میزنم. خب آقا نجیب الله بفرمایین، از طریق گوشی تلفن با ما باشین، بفرمایین صحبتایتان رو میشنویم. باشه چشم. بفرمایین برادر عزیز. آقا نجیب الله بفرمایید، در خدمت شما هستیم. خب تماس بعدی. سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خواهر عزیز، از کجا صحبت میکنین؟ از تاجیکستان. استاد سوال داشتم. بفرمایید سوالتان میشنیم. بفرمایید سوالتان مطرح کنید. استاد ما از همین جشن دیوی نوروز، از همین عید نوروز و از عیدهای میلادی از اینا بیزار هستیم، ولی چیکار کنیم که در همین جمعیت زندگی میکنیم و هرچند نمیخوایم تبریک کردن، لیکن میبینید جمعیت نگدیگر تبریک میکنن، لیکن خیلی اونها رو اصلاح کردن در کار. مدام که در بینشون هستیم میبینیم این احوال رو، میبینیم که خیلی قسمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نیست. اینقدر فساد، اینقدر منکرها خیلی رشاد هستن. اونها رو چگونه اصلاح کنیم؟ چون خیلی
خیلی در بهشون زندگی میکنیم و میبینیم همین منکرها را هر روز. درست خواهر عزیز و گرامی، نظرتان را شنیدیم. سلامت باشین انشاءالله. پاسخ شافی و کافی جناب مولانا صاحب میشنین در ارتباط. سلامت باشین خواهر عزیز، سلامت باشین. خب بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. بفرمایید، صدایتان میشنویم. بفرمایید خودتان معرفی بکنین. سلام علیکم. بفرمایید بیننده بعدی. سلام و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خودتان معرفی بکنین برادر عزیز. صلاح الدین هستیم از افغانستان، مزاحم شما میشیم. بفرمایید خدمت شما هستیم، صحبتایتان داریم میشنویم. خب سلام علیکم. بفرمایید برادر عزیز. خسته نباشید. سلامت باشین برادر. بفرمایید خدمت شماست. من سوال شرعی ندارم ولی یه بحثی در مورد یه بحث سیاسی داشتم. میشه من صحبت کنم؟ بحث سیاسی برادر عزیز خارج از موضوع برنامه باشه ما معذرت میخوایم. شما میتونین در برنامه آن روی سکه بحث های سیاسی را مطرح بکنین و بر برنامه منبر وصال. درست است؟ خب بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید بیننده عزیز. تماس بعدی را میگیریم مثل که برقرار نشد. سلام علیکم. بفرمایید بیننده عزیز. الو. بفرمایید. و علیکم السلام. بفرمایید خدمت شما هستیم. با نماز برلوه چجوری؟ صدایتان درست فهمیده نمیشه برادر عزیز. خوبه؟ بفرمایید، صدای شما داره پخش میشه. بفرمایید. دوستان عزیز، ما یک نکته را دائما متذکر میشیم که از طریق گوشی تلفن با ما در تماس باشین همیشه. خب بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز خود معرفی بکنین. الو. بفرمایید خدمت شما هستیم. بفرمایید. عرض سلام و ادب دارم خدمت مولوی صاحب مجیب الرحمن، خدمت شما استاد سیقل. سلامت باشین برادر عزیز. ما همچنان خدمت شما عرض سلام و ادب داریم. بفرمایید. ما عبدالصمد هستیم، از ایران تماس میگیریم. بفرمایید عبدالصمد عزیز. این کمونیست های افغانستان منافق هست، اینا هر رژیم قیامت خود دمون میزنن. اینا یکی کمونیست ها، ما بچه بودیم با 10 ساله برده دستری ما خانه میساخت، سنگ و لای و اینا میبرد خانه میساخت. اما دیگه بعد دو مسجدی که اونجا بود خودش مثلا زنا را آورده، یک پیرزنایی را درست کرده بود، زنا را آورده، هر کی زنی کمی زیباتر میداشت اونا را می آوردن، نمیدونم چی کاری دیگه سرش انجام میداد. اما اینا بعدن خودشون مثلا 3 بیگاه یه نفر مانده بود، می آورد نفرها را در نماز نمیایی گفته توها کیس میکنن اما تر میکنن. این کشور مثلا در این کشور اما مثلا مردم مسلمان است چی رقم 10% هم از قانون اسلام در این کشور ایران نمیشه. خب درست است. شما عبدالصمد عزیز از کسایی هستین که در دوران رژیم کمونیستی در افغانستان زندگی کردین. از نمونه های از ظلم و ستم و بیدادگری اونها اگر بگوین. نه اولا در دوران نه، فقط ما در اون وقت متولد شده بودیم. بعد از اون کمونیست هایی که خود در رژیم به حساب مجاهد زده بود این ظلم اونا کرده بود. مثلا خود زده بود در رژیم مجاهد، یعنی خود مجاهد میگرفت این کار کرده بود. در دوران البته ما نبودیم مثلا. خود در لباس مجاهد زده بودن، مثل که امروز هم خود را در لباس متخصص و کارشناس و
بالاخره کسی که مهربان است به وطن و دلسوز است به وطن زدن و روی قدرت شدن. بله بله، اما مثلا در اینجا همون رهبر کمونیستای افغانستان میگفته که ما بر رقصاندن دخترای افغان که گوش میگیرم، اما مثلا اینا مثلا در الان که میرقصانن در نمیدونم تلویزیون بلو و تلویزیون ستاره افغان و اینجا که میرقصانن، میگه این رهبرای کمونیستا دوباره همونایی که سرکار آمده اما گوش میگیره به اصطلاح خودشان. اما این جوانی که مثلا من براش میگم این جوانی که میرن در اونجا شرکت میکنن، این چیزی یه 2 دقیقه مثلا چیزی حرامی خواندن اینا زودگذر بجز چیزی نیست. فردا رو تو خواری مثلا در اونجا شرکت میکنی، تو فردا رو اگر مردی و تو جوانی که در اونجا شرکت میکنی مردی در سر قبر تو هزایای قرآن میخونن، نه مثلا از اون که مزخرفی که تو میخوانی در اونجا. درست. بفرمایید. افغانستان هر کی از فراش میگم که این کوهای افغانستان خالی نیست، پر از عقاب و شاهینایی است که پرواز میکنه جگر شما را در میاره. این شما به یاد داشته باشین که مثلا کور خوانده که شما افغانستان میخواین مثلا دین اسلام در افغانستان تخریب کنین، مثلا اینجا مثلا میخواین شما مردم گمراه بکنین. سلامت باشین. برادر عبدالصمد عزیز از ایران با ما بودند، ازشان سپاس و امتنان داریم که و همچنین از تمام بیننده های عزیز و گرامی که در این برنامه شرکت کردند و صحبت نمودند و به نسبت ضیقی وقت همواره ما نمیتونیم بیش از نیم ساعت یا کمتر یا بیشتر از آن تماس های شما عزیزان را داشته باشیم و از دوستان گرامی که پشت خط منتظر هستند از اونا معذرت میخوایم و امیدواریم که در برنامه های آینده صدای گرم ایشان را داشته باشیم. خب جناب مولانا صاحب، صحبت های بیننده های عزیز و گرامی را شنیدین که یک تعداد باز هم از بی‌عدالتی ها صحبت میکردند. فرصت از شماست، بفرمایید جناب. من هم از همه بینندگان عزیز و گرامی، از عزیزانی که تماس گرفتن و از عزیزانی که پشت خط ماندن و وقت فرصت و اجازه نداد که صحبت نمایان، از همه بزرگواران تشکری میکنم. دوست عزیز ما خیرالله جان و عتیق الله جان اینها از ایران تماس گرفتن و از مشکلات افغانستان گفتن. بحث و موضوع همی بود که یعنی آرمان شهدا یکی بود که عدالت بیایه و متاسفانه که عدالت نیامده و حمیدالله جان از هرات تشکری نمودن، ما هم از ایشان تشکری میکنیم. الله سبحانه و تعالی ایشان را حفظ بفرمایه. و همچنین سلطان احمد جان از هرات باز هم مسئله عدالت را مطرح کردن که آرزو و آرمان شهدا عدالت بوده که باید عدالت بیاید در کشور. خواهر ما از ایران سوال کردن که موضوع نوروز کو تبریک گفتن واضح و مشخصه که عمل مجوسی ها و زردشتی ها و تعظیم نوروز میشه و اگر انسان به او عقیده و باور تبریکی بگه از دایره اسلام بیرون میشه. اما میمونه مسئله تبریک سال نو که آیا گناه هست یا نیست، باز هم در ازی فکر باید کرد. شما وقتی میگیم که در عید فطر تبریکی میگیم، چرا تبریکیه؟ چون قبل از عید یک رمضان را شما پشت سر کردیم. رمضان دهه مغفرت، رحمت، عتق من النیران، شب قدر، یک ماه روز در صیام، شب در قیام، به فرحت و خوشحالی که شما عبادت الله سبحانه و تعالی را انجام دادیم تبریک میگیم مبارک باشه. چی مبارک باشه؟ یعنی عباداتی که شما انجام دادیم، او گناهایی که از شما دور شده. همچنین در عید قربان، عید اضحی، وقتی تبریکی میدیم به خاطر چی؟ چون قربانی کردیم، چون حجاج در عرفات هستند، در منا هستند، در مزدلفه هستند، در مشاعر بالاخره اینها قرار دارن. به این واسطه تبریکی گفتنه. حاجی در حق من و تو دعا میکند که تو که در حجی در حق دیگران دعا میکنی. در این راستا چون هر زمانی که قل بفضل الله و برحمته فبذلك فلیفرحوا، وقتی فضل الله سبحانه و تعالی شامل حال شد، اینجا انسان باید خوشحال بشه.
روز جمعه که میگیم در هفته عید هست و تبریکی داره، روز جمعه تبریکی میدیم به خاطر که در جمعه ساعت نهفته که الله سبحانه تعالی دعا قبول میکنه. جمعه خود از روز عبادت هست، سید الایام گفته شده. اما میمونه سال نو. سال نو 1 سال از عمر عزیزت گذشت. 1 سال حساب بکن چند روز بوده، چند ساعت بوده، چند دقیقه بوده و چند ثانیه بوده. او ساعتها و روزها و دقایقی که به عبادت الله سپری کردی برای تو مبارک باشه. او ساعتها و ثانیه هایی که به نافرمانی الله، به گناه و معصیت سپری شده تسلیت باشه. پس لحظه فکر کردنه. سال نو هیچ وجهی شرعی نداره که ما بگیم در این سال نو ما با هم دیگر تبریکی. چی تبریکی بدیم؟ چه کار شده؟ فرق فردا اول سال تا دوم سال چیه؟ فرق اول سال تا دوم سال، فرق دوم سال تا سوم سال. متاسفانه مردم ما رو فریب دادن. چهارشنبه آخر سال، چهارشنبه اول سال. خود سه‌شنبه هم که اول سال داره، سه‌شنبه آخر سال هم داره. دوشنبه اول سال هم داره، سه‌شنبه اول سال هم داره. شنبه اول سال هم هست. اما این چرا؟ چون از همون رسم و رواجهای غلط غیر اسلامی وارد شده. پس بنابراین خواهر عزیز و گرامی، لازم نیه، ضرورت نیه که سال نو هم حتی تبریکی گفته بشه. عبادت کردید، عبادت الله به تو تبریک باشه. معصیت کردید، باید استغفار صورت بگیره. یعنی اگر کسی به عنوان سال نو تبریکی گفت، به قصد عبادت تبریکی اگر بده، شرعاً گناهکار میشه، چون هیچ عظمتی پیش خدا نداره. ما نه از پیامبر صلی الله علیه و آله، نه از صحابه، نه از سلف صالحین، از بزرگان دین، از هیچ کدام ما نقل و قولی نداریم که سال نو به همدیگر تبریکی گفته باشن. اگر به نیت عرف و عادت تبریکی میدیم، ان شاء الله امیدواریم که الله سبحانه و تعالی ما مؤاخذه نکنه. لفظ نوروز قطعا در میان نباشه، فقط لفظ سال نو اگر میگیم، او هم امیدواریم که الله سبحانه و تعالی ما مؤاخذه نکنه. کار لازم و ضروری نیست. خواهر دیگر ما از تاجیکستان، نجیب الله جان از ایران تماس گرفتن، تماس اینا قطع شد. خواهر ما از تاجیکستان، واقعا انسان چقدر خون جگر میشه. فرمودن چه کار باید کرد در جایی که همه مصروف و مشغول جشن نوروز باشن؟ من مطمئنم همه شهروندان و مسلمانان متدین تاجیکستان ما همه مصروف جشن نوروز نیان. یک عده نفهمیده ناگاهانه و بالاخره مصروف شد. اما چه کار باید کرد؟ خب در صدر اسلام جامعه کلا مشرک بودن، مسلمان ها چه کار میکردن؟ پس بنان خواهر عزیز و گرامی، اوج لذت عبادت لحظیه که همه طرف گناه و معصیت برن، شما نروید. همه توجه به گناه و معصیت داشته باشن، شما در کنج خانه خود بمانید. در ای که گفته شده الاسلام غریبا و سیعود کما بدأ غریبا فطوبا للغربا. یعنی چی؟ یعنی برای تو خواهر مسلمان، خواهری که از تاجیکستان تماس گرفتید و امثال تو خواهر مسلمانی که در هر گوشه از دنیا در جامعه فساد، جامعه شاید خانواده‌ای که همه خلاف دین و اسلام و قرآن حرکت بکنن، اسلام در اول غریب بود. یعنی چی؟ یعنی ناآشنا بود. در خانه و جامعه‌ای که شما زندگی میکنید اسلام ناآشنا هست و غریب هست و کسی او را نمیشناسه و فقط شما این نعمت نصیب شما شده که معرفت الله سبحانه و تعالی را حاصل کردید، احکام خدا را دانستید، فرق بین سنت و بدعت را دانستید. حالا رسول الله صلی الله علیه و آله به شما مژده میدن فطوبا للغربا، خوشا به حال تو کسی که در چنین جامعه زندگی میکنید. پس اینه که شما شرکت نکنید. اگر شما را مجبور کردن خانواده که اونجا رفتید، در همون جلسه کوشش کنید به دیگران بفهمانید که یه حرکت بدعته، یه عمل زردشتی هاست، عمل مجوسی هاست، این هیچ ربطی به اسلام نداره، به قرآن نداره. و در اون جلسه هم که شما را به زور مجبور کردن شما رفتید، استغفار کنید. همون استغفار شما هم سبب درجه شما به نزد الله می شود و هم سبب هدایت دیگران می شود. الله سبحانه و تعالی شما و سایر عزیزانی که به مشکلاتی گرفتارن در حفظ و حمایت خود داشته باشه. دوست عزیز ما که گفتن که سوال شرعی ندارم، سوال سیاسی دارم و تلفنی نام قطع شد، من خواهش میکنم که دوست عزیز، آیا کل سوالای شرعی شما تکمیل شده؟
شما دیگه نسبت به شریعت و دین و اسلام قرآن هیچ مشکلی ندارید که حال سوال سیاسی دارید، کوشش کنید از دین خود و از اسلام خود واقف بشید تا ای که سعادتمند دنیا و آخرت شوید. همچنین عبدالصمد جان که در اخیر تشکری داشتن، ما هم از ایشان تشکری میکنیم. خب جناب مولانا صاحب، تقریبا در دقایق پایانی برنامه این هفته قلب آسیا قرار داریم. اگر میشه در پایان در تقریبا 3 دقیقه در ارتباط با اینکه وقت 25,000 نفر یا بیشتر در هرات و بیش از 1 میلیون شهید ما در افغانستان دادیم، اینها وارثین دارن، بازمانده هایی دارن، ما چه مسئولیت داریم در برابر از اینا؟ خیلی مختصر. من ولی اشاره میکنم که ما وقتی میگیم بیش از 1 میلیون شهید در افغانستان داریم و 25,000 در هرات، این 25,000 شهدای هرات نیست. این 25,000 به یک روز شهدای هرات هست. به یک روز 25,000 به قربانگاه فرستاده میشه. مسئولیت همه ما مسئولیت داریم. اولا فامیلای معظم شهدا، مقام و منزلت شهدا نزد الله سبحانه و تعالی هست. شما وارثین شهدا هستید، اجر و پاداش شما نزد الله سبحانه و تعالی محفوظ هست. صبر و استقامت داشته باشید. تجار عزیز و گرامی ما مسئولیت دارن که نسبت به قبال شهدا و فرزندان شهدا و وارثین شهدا، اونها باید مکاتب، مدارس و بالاخره مشکلات اونها رسیدگی کنن و در قبال حکومت و نظام از اونهایی که دیندارن ما خواهش داریم که متوجه باشن وزارت شهدا و معلولین تنها به نام نباشه، حرکات و بالاخره عملی داشته باشه و خلاصه نسبت به قشری که از هر طرف محروم شدن امروز باید به اونها رسیدگی صورت بگیره. ما در لحظات پایانی برنامه قرار داریم. آخرین حرف ما ای هست: تو کسی که امروز ظلم میکنی، ستم میکنی و بالاخره فکر میکنی که پشتیبانی کفری طاغوت وقت زمان پشت سر خود داری، دیگرها هم دیروزی ای پشتیبانی رو داشتن، خلق و پرچم دیروزی هم داشتن. اگر متوجه نشوید و احکام خدا در زمین خدا نادیده بگیرید، این ملت همان ملت دیروز هست، باز قیام خواهد کرد و علیه ظلم و طاغوت استادگی میکنه و بار دیگر از حلقوم ظالمین خواهد گرفت. الله سبحانه و تعالی روح شهدای ما را شاد داشته باشه، برای بازماندگان شهدا صبر جمیل و مزد جزیلی را عنایت بفرمایه. الله سبحانه و تعالی مجاهدین واقعی ما را توفیق بده که در کنار اینکه در این حکومت و نظام جا دارن، وظیفه دارن و مسئولیت دارن، بیشتر و بیشترتر تلاش بکنن تا اینکه خلق و پرچم و کمونیست ها و اینها برکنار زده بشن. موفق و پیروز و سرفراز و سربلند دنیا و آخرت باشید. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در پایان جناب مولانا صاحب، من هم از شما که در این برنامه شرکت کردین و خدمت ما بیننده های عزیز و گرامی بودین سپاس و امتنان دارم و همچنین از تمام بیننده های عزیز و گرامی که تا این لحظه با ما بودند سپاس و امتنان دارم و تا دیدار بعدی همه شما عزیزان را به پناه حضرت حق سبحانه و تعالی می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.